سلام به همه شما همراهان عزیز هویج. در خدمتتون هستیم با یکی دیگه از ویدیوهای هویجی. تایتانیک اقیانوس پیما بزرگترین کشتی زمان خودش بود، اما عمر خیلی کوتاهی داشت. اولین و آخرین سفر این کشتی در 10 آوریل 1912 شروع شد و 4 روز بعد به پایان رسید. این تراژدی در شب 14 آوریل تا روز 15 1912 اتفاق افتاد. زمانی که تایتانیک تصادف کرد، حداقل 1496 نفر مردن که این فاجعه رو به یکی از بزرگترین حوادث دریانوردی توی تاریخ تبدیل کرد. یادتون نره که این ویدیو رو لایک کنید و دکمه اشتراک رو بزنید و زنگوله رو فشار بدید. در ادامه این ویدیو با هویج همراه باشید. مسافران کشتی برخی از ثروتمندترین افراد دنیا و همچنین مهاجرانی از ایرلند، بریتانیا و اسکاندیناوی بودند که برای یه زندگی بهتر راهی ایالات متحده شده بودند. تایتانیک بر اساس آخرین تکنولوژی ها که ایمنی بالایی رو برای این ناودان فراهم کرده بودند ساخته شده بود، اما تجهیزات کافی نبود و قایق نجات تنها برای 1178 نفر، یعنی نصف افراد کشتی کافی بود. یک نکته جالب برای سازی کشتی این بود که 5 نفر برای بستن یه پرچ لازم بود که کار طاقت فرسایی بود. یک نفر پرچ رو توی کوره حرارت میداد تا داغ بشه. بعد پرچ گرم شده داخل سوراخ گذاشته میشد. از یه طرف 2 نفر اون رو نگه می‌داشتن و از طرف دیگه 2 نفر شروع به کوبیدنش با پودکای سنگین از پایین می‌کردن. پرچ پهن میشد و ورقه‌ها رو به هم نگه می‌داشت. 4 دقیقه زمان می‌برد تا کارشون با یک پرچ تموم بشه. 1912 تا کارگر باید این کارو در 20 ثانیه انجام میدادن. ضرب‌العجل‌ها خیلی سفت و سخت بودن و فقط افراد قوی توانایی چنین کاری رو داشتن. هیچی نباشه 3 میلیون پرچ توی تایتانیک وجود داشت. کشتی تایتانیک سفرش را از ساوثهمپتون در انگلستان آغاز کرد و بعد به سمت فرانسه و ایرلند و از اونجا به آمریکا رفت. اما خیلی زود سفرش دچار وقفه شد چون با یک کوه یخ برخورد کرد. این برخورد باعث صدمه دیدن کشتی شد و شروع به غرق شدن کرد. بعد از 2 ساعت و نیم کاملا زیر آب فرو رفته بود. سقوط تایتانیک باعث مضطرب شدن همه دنیا شد، نه فقط به خاطر تعداد بالای قربانی‌ها، بلکه به خاطر اشتباهاتی که طی این فاجعه رخ داد. یک تحقیق عمومی در ایالات متحده و انگلستان به جریان افتاد و لیستی از تغییرات در استانداردهای ایمنی کشتی تهیه شد. بقایای تایتانیک برای مدت طولانی در اعماق اقیانوس گم شده بود، اما در 1 سپتامبر 1985 در کف اقیانوس آتلانتیک و در عمق 3784 متری پیدا شد و اشیاء با ارزش زیادی از کف دریا استخراج شدند. این گنجینه‌ها در موزه‌های مختلف در سرتاسر دنیا نگهداری میشن. احتمالاً تایتانیک مشهورترین کشتی تاریخ، خاطره اون به لطف فیلم‌ها، کتاب‌ها، آهنگ‌ها و نمایشگاه‌های زیادی که مختص این کشتی هستن هنوز زنده می‌مونه. اگرچه همه با تاریخچه تایتانیک آشنان، ولی رازهایی وجود داره که تقریباً هیچ کس اونا رو نشناخته. اولین عزیمت این کشتی در معرض خطر قرار گرفت. در انگلستان معدنچی‌ها تقاضای دستمزد بالاتر داشتن و برای همین شروع به اعتصاب کرده بودند. اما این چطور به تایتانیک ربط پیدا کرد؟ کشتی زغال کافی برای کوره‌هاش نداشت چون استخراج زغال سنگ متوقف شده بود. بلیط‌ها قیمت بالایی داشتن و تقریباً همه‌شون فروخته شده بودن. مردم بلیط‌هایی رو که برای کشتی‌های دیگه خریده بودن رو پس می‌دادن تا بلیط تایتانیک رو بخرن. برای ارزان‌ترین بلیط باید 2 استرلینگ پوند پرداخت می‌کردن که حدود 86 دلار امروزی بود. بیشتر بلیط‌هایی که فروخته شده بودن 2 پوند استرلینگی و برای درجه 3 بودن. این بلیط‌ها سود اصلی تایتانیک بودن چون تقریباً همه کارگران میتونستن چنین بلیطی رو بخرن. گرانترین بلیط ارزشی معادل 30,000 دلار امروزی داشت. مدیریت فهمیده بود که سفر در هیچ حالتی نباید کنسل بشه تا مردم پولشون رو پس نگیرن، چون بخشی از پول بلیط‌های فروخته شده برای خرید زغال‌سنگ‌های باقی مونده کل کشور استفاده شده بود و بقیه کشتی‌ها سفرشون رو به خاطر نبود مسافر و رقیبشون تایتانیک لغو کرده بودند. در نتیجه این کشتی با اطمینان شروع به گرفتن مسافر کرد. آخرین مسافر نجات یافته تایتانیک در سال 2009 در سن 97 سالگی فوت کرد. اسمش میلوینا دین بود و در زمان غرق شدن کشتی 2 ماه و نیمه‌اش بود. اون کوچکترین مسافر کشتی بود. این دختر با والدین و برادرش سفر می‌کرد. خانواده‌اش همه داراییشون توی انگلستان رو فروخته بودن و قصد داشتن یک مغازه تنباکو در ایالات متحده رو باز کنن.
اما پدر خانواده در حادثه کشتی مرد و بقیه اعضای نجات یافته خانواده مجبور به بازگشت به انگلستان شدند. ژاپنی بدجنس ماسابومی هوسونو تنها مسافر ژاپنی تایتانیک بود. اون کارمند دولت در وزارت حمل و نقل ژاپن بود. زمانی که کشتی شروع به غرق شدن کرد، این مرد تونست سوار یکی از معدود قایق‌های نجات بشه که هدف اصلیشون نجات بچه‌ها و زنان بود. وقتی این قضیه فاش شد، با شرمساری توی کشورش منتظر اون بودن. شغلش رو از دست داد و مورد سرزنش هموطنانش قرار گرفت. این شرم انقدر جدی بود که وقتی فیلم تایتانیک ساخته شد، خانواده ماسابومی در مطبوعات نامه‌ای نوشتن و منتشر کردند و از عمل این فرد عذرخواهی کردند، اگرچه خود این مرد دیگه زنده نبود. اما قهرمان‌هایی هم توی تایتانیک بودن. در عرشه تایتانیک فقط یه دونه مکزیکی حضور داشت. وکیل مانوئل اوچورتو که به پاریس سفر کرده بود، در زمان غرق شدن کشتی این وکیل مکزیکی جاشو به زنی داد که به او گفته بود توی نیویورک منتظر پسر و همسرشه. تنها چیزی که مانوئل در مقابل درخواست کرد این بود که زن به دیدن همسرش بره و لحظات آخرش رو تعریف کنه. اون توی اون شب وحشتناک مرد و مسافر نجات یافته 12 سال بعد از این تراژدی در 1924 به دیدن همسرش رفت. اون بعداً اقرار کرد که در زمان غرق شدن کشتی در واقع فرزند یا همسری نداشته. سرنگونی تایتانیک قبلا پیش بینی شده بود. 14 سال قبل از تراژدی تایتانیک، موردان رابرتسون رمانی با عنوان پوچی یا غرق شدن تایتان نوشت. این کتاب درباره بزرگترین کشتی اون زمان بود که به کوه یخ در قسمت شمالی اقیانوس آتلانتیک در یک شب سرد آوریل برخورد می‌کنه. نام کشتی توی این داستان تایتان بود و خیلی شبیه به تایتانیک بود. حتی عکسش هم شبیه اون بود. بنابراین خیلی‌ها این سوالو پرسیدن که آیا تصادفی بوده یا پیشبینی از آینده. در عصر حاضر گروهی از محققین بیش از 30 سال با دقت روی مطالبی مطالعه کردند که باعث نابودی تایتانیک شد. در پایان سال 2016 اونا بیانیه فوق‌العاده رو منتشر کردند. ظاهراً مشخص شد که دلیل این فاجعه تنها یک کوه یخ نبود. در واقع این فاجعه از خیلی جهات از قبل تعیین شده بود. واقعیت اینه که قبل از اینکه کشتی سفرش رو آغاز کنه، اتفاقی افتاد که بعداً نقش مهمی در غرق شدن کشتی بازی کرد. چند روز قبل از عزیمت تایتانیک در یکی از مخازن سوخت آتش سوزی اتفاق افتاده بود. کاپیتان کشتی خیلی خوب از این مشکل آگاه بود، اما تصمیم گرفت خودش مدیریتش کنه. هیچی نباشه، پرستیژ لوکس‌ترین و عظیم‌ترین کشتی اون زمان تو خطر بود. خدمه چندین روز با آتش مقابله کردند و زمانی که تایتانیک به بندر رسید، از یه طرف دیگه‌اش پهلو گرفت. برای همین مسافران نتونستن آثار دوده و رنگ سوخته رو ببینن. آثار دوده در خیلی از عکس‌ها کاملا واضحه، اما تا اون موقع هیچکس توجهش به آتش سوزی جلب نشده بود. کشتی به حرکت در اومده بود و کاملا سرویس شده و ضد ضربه به نظر می‌رسید. به خاطر شعله‌ها دمای قسمت‌های داخلی به 980 درجه سلسیوس رسیده بود. فلز کشتی قابلیت ارتجاعیش رو از دست داده و شکننده شده بود. در شرایط عادی تصادف با کوه یخ چنین صدمه مرگباری به بار نمیاره، اما متأسفانه ضربه در ضعیف‌ترین قسمت اتفاق افتاد. تا حالا به این موضوع فکر کردیم که چرا تایتانیک هنوز از اقیانوس بیرون آورده نشده؟ میتونست به یه موزه بره یا جاذبه‌ای باشه که کلی پول در بیاره. بقایای کشتی نمیتونه از کف اقیانوس بالا آورده باشه، چون خیلی بد صدمه داره و با هر حرکت از هم خواهد باشید. زمانی که کشتی در 1985 کشف شد، به خاطر فشار زیاد در عمق و نبود نور در جایی که تایتانیک قرار گرفته بود، نسبتاً توی شرایط خوبی قرار داشت. جانورای زیادی توی اونجا زندگی می‌کردن که فرسایش رو کند کرده بود. گرچه چند سال پیش همه چیز تغییر کرد وقتی سر و کله یه باکتری پیدا شد و شروع به نابودی فلز کرد. عجیب بود که تا حالا هیچ کس این باکتری رو کشف نکرده بود. یک باکتری که قبلا ناشناخته بود شروع به خوردن تایتانیک کرده بود و به زودی به طور کامل از بین میبردش و به هیچ تبدیلش میکنه و اقیانوس اونو به زودی قورت میده. در نتیجه هر حرکتی برای نجات تایتانیک بیهوده است، اون هم بعد از این همه مدت. اما ممکنه بپرسید چرا همون زمان که غرق شده بود فکری به حالش نکردن؟ واقعیت اینه که تکنولوژی های اون زمان خیلی پیشرفته نبود و امکان درآوردن یک کشتی غول‌پیکر با اون ابعاد از ته اقیانوس تقریبا محال به نظر می‌رسید و علاوه هزینه‌ای که باید برای این کار صرف می‌شد خیلی بالاتر از چیزی بود که باعث بشه مالکان کشتی تمایلی به نجات لاشه داشته باشند. خب حالا که این داستانا رو دیدین نظرتون رو بگید و اگه این ویدیو رو هم دوست داشتین لایک یادتون نره. شما میتونید ادامه ویدیوهای ما رو تو انتهای همین ویدیو مشاهده کنید. ممنون که با هویج همراه بودید. نظراتتون رو با ما در میون بگذارید و بگید چه مطالبی را بیشتر دوست دارید. یادتون نره که این ویدیو رو لایک کنید. به اشتراک بگذارید.
تا که یک روز تو رسیدی توی قلبم پا